بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری، خوب هستید؟ سلامت باشید آقای حسینی. بله، برای همین میگم چطور اینها هم میگن به همسر رسول خدا توهین شده فلان شده، در حالی که اولاد رسول خدا همه قتل عام شدن، تمام در طول تاریخ از فاطمه گرفته و تمام اولادش در طول تاریخ مورد قتل عام و هجوم قرار گرفتن، به اونها اهانتی نشده. حالا اینها فقط به عایشه و یکی از زنهای پیامبر گیر دادن، اونم به خاطر که خودش اینقدر گریه میکرده بعد از جنگ جمل و اظهار توبه و انابه و اینها میکرده. حالا برفرض اگه کسی آمده گفته عایشه به جنگ جمل رفته، میگن واو اسلامات به عایشه توهین شده. نه آقای حسینی، آقای حسینی برادر عزیز، اولا که موضوع برنامه ما این مسائل نیست، شما این موضوع جدید رو الان مطرح کردید. ثانیاً همون اندازه‌ای که ما اهل سنت اهل بیت پیامبر رو دوست داریم و همسر پیامبر رو جز اهل بیت پیامبر میدونیم، هم کشتن و هم اسارت گرفتن، هم غدر و خیانت کردن مانند شیعیان کوفه که در مقابل امام حسین و امام حسن انجام دادن، همه اینا رو ما محکوم میکنیم. مذهب ما و روش ما و منهج ما اون منهج و روش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و روش اسلامی است. ما هیچ وقت راضی نبودیم به اهانت و به توهین به اهل بیت پیامبر، هر کی که باشه. ببینید موضوع برنامه ما 2 تا کلیپی است که ما پخش کردیم. کلیپ اول در مورد آقای قزوینی که ایشون فرمودن که اختلاف پیامبران با اقوامشون بر سر یکتاپرستی و توحید نبوده، اختلاف پیامبران با اقوامشون بر سر قبول خود پیامبر و قبول دعوت شخص خود پیامبر بوده. نظر شما در این مورد چی آقای حسینی؟ این آقای قزوینی که این صحبت رو کردن یه قسمتی از حرفشون درست بود و یه قسمتی از حرف رو نگفتن و من یه گلایه‌ای هم که دارم همینه که اینها باید در شبکهشون توحید رو کما اینکه شب دوشنبه هم آمدن توضیح چیزایی گفتن، اما کاملا باید توحید رو شرح بدن. الان در این کلیپ شما خودتون جواب رو گفتین. انا بعثنا فی کل امت، ما در هر امتی رسولی فرستادیم که مردم خدا رو عبادت کنن و اجتنبوا الطاغوت. یعنی 2 مسئله برای خدا اهمیت داشته در ارسال رسول، یکی این که خدا رو عبادت کنن و یکی از طغیانگران دوری کنن مردم، که اگر کسی با طغیانگران باشه همون میشه که بعد از پیامبر خدا به 73 فرقه هر کسی دنبال یک طاغی را افتاد و این شد که 72 فرقه جهنمی خواهند شد و بهشتی نمیشن. این چیزیه که خدا و پیامبرش تاکید کردن بر اون که مردم باید دنبال اون کسانی باشن که خدای متعال تعیین کرده و این که میفرماید که والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا ان الله یحکم بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون. اینها معلوم میشه که همه اختلاف میکردن در مورد اولیاء خدا و اولیاء من دونه، یعنی کسانی رو از پیش خود میتراشیدن، میگفتن مثلا این رو شورای سقیفه تعیین کرده، همونطور که کافرین قریش هم میگفتن لات و منات و هبل و عزا و بعد محبت اینها پیامبر رو خدا فرستاد تا این اولیاء من دونه، یعنی اولیایی که خدا تعیین نکرده بود رو پیامبر بزنه اونها رو نابود کنه. همینطور هم امام زمان خواهد آمد و اولیاء من دونهی که بعد از پیامبر که مردم خودشون برای خودشون تلاشیدن و هر کس دنبال هر کسی رفت، باز بیاد اونها رو طرف همچنان که موسی برگشت به سوی امتش و سامری رو و گوساله او رو نابود کرد. خدا اصلا تاکیدش بر همینه که دنبال خدا رو عبادت کنن از راهی که خدا میخواد
وگرنه از کسی عبادت خدا بکنه. الان 72 فرقه ادعای توحید دارن در عالم. ما 6-7 میلیارد انسان داریم، 6 میلیاردش میگن که خدا همون عیسی ابن مریم یا پسر خداست، یا میگن که قائل به گاو پرستی هستن. 1.5 میلیارد مسلمان داریم که قائل به لا اله الا الله هستن. در همین 1.5 میلیارد مسلمان پیامبر فرموده ما یؤمن، خدا فرموده ما یؤمن اکثرهم بالله الا آقای حسینی جناب آیت اسلام حسینی، ببینید شما آیه‌ای که اشاره کردید که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها را نمی پرستیم مگر اینکه ما را به الله سبحانه و تعالی نزدیک بکنن. امروزه من از شما یک سوال میپرسم، امیدوارم صادقانه جواب بدید. ما اهل سنت که اکثریت مسلمان ها هستیم، ابوبکر و عمر و اهل بیت و صحابه رو من دون الله برای رسیدن به الله وسیله و واسطه قرار دادیم، یا شما شیعیان؟ شما اهل سنت به این جهت که خدا در قرآن میفرماید الله تعبد الشیطان، کسی برای شیطان نه وسیله شیطان رو قرار داده، بلکه همین نه رکوع و سجده کرده، بلکه همین که عبادت اطاعتش کردن، خدا میگه شما عبادت شیطان کردید. پس همینطور که کسانی اطاعت کردن از ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه باقی طاغی که به قول پیامبر توهین نه آقای حسینی، توهین نه آقای حسینی، توهین نه. اگر میخواهید بحث علمی داشته باشید خواهشاً توهین نکنید. معاویه تاج سر ماست، معاویه صحابی پیامبر هست، حق ندارید توهین بکنید. این شبکه اصحاب پیامبر هست و معاویه جمله اصحاب پیامبر هست. اگر معاویه اشکالی می داشت امام حسن خلافت مسلمان ها رو به معاویه نمیسپرد. خواهشاً توهین نکنید اگر میخواهید که منطقی و بحث علمی داشته باشید. ثانیاً ما پیروی از ابوبکر و عمر و عثمان نمی کنیم. ما اونها رو من دون الله پرستش نمی کنیم. ما اونها رو واسطه و وسیله قرار نمیدیم. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارک، آیه رو من از اولش بخونم تا بیننده متوجه بشن که شما چرا میخواید از این آیه بر علیه ما استفاده کنید. این آیه بر علیه شماست، چه بخواهید یا نخواهید. الا لله دین الخالص، آیه از اولش. هان بدانید که دین و عبادت خالص، یکی از اساسات و اصول عبادت این است که خالص برای الله سبحانه و تعالی باشه. به مجرد این که شما در عبادتتون کسی دیگری رو شریک قرار دادید میشید مشرک. این بهش میگن شرک خفی در عبادت. دارید نماز میخونید، کسی وارد اتاق میشه به خاطر اینکه این طرف بگه به به عجب مسلمانیه، چه قشنگ داره نماز، مثل اون آخوندی که کلیپشو دیدید که موقعی که دوربین میاد به طرفش در داخل حسینیه شروع میکنه به گریه کردن. این شرک هست. الله سبحانه و تعالی میگه که الا لله دین الخالص، بدانید که دین خالص و تهی از شرک از آن الله سبحانه و تعالی است. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، نگفته والذین اتخذوا من دونه اصنام، نگفته والذین اتخذوا من دونه طواغیت. کسانی که اولیاء رو کیا رو؟ دوستان خدا رو، کسانی که هیچ انسان احمقی نمیاد یک دشمن خدا و رسول رو واسطه قرار بده بین خودش و بین خدا. همیشه مردم به دنبال کی هستن؟ به دنبال انسان‌های محترم، انسان‌های مؤمن، انسان‌های متقی و پرهیزگار، اهل بیت پیامبر، فلان پیر متقی، فلان امام جلیل القدر. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، میگه ما اینا رو پرستش نمی‌کنیم. دقیقاً همین حرفی که شما شیعیان میزنید الان، میگید ما امام رضا رو پرستش نمی‌کنیم، ما حضرت مهدی رو پرستش نمی‌کنیم، ما انسان‌های سیاروحی هستیم که رو نداریم پیش خدا، اینها رو وسیله و واسطه قرار دادیم. ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. میگه که الله سبحانه و تعالی در آن چیزی که در بین خودشون اختلاف دارن حکم میکند در روز قیامت بین آنها. که الله سبحانه و تعالی هدایت نمی کند کسی که دروغگوی کافر باشد. شما یا الله یا ببینید آقای حسینی، چند درصد از شیعیان یا الله میگن و چند درصد یا حسین و یا حسن و یا مهدی میگن. این آیه در مورد واسطه و وسیله قرار دادن
آن وسایل نامشروعی است که الله سبحانه و تعالی قرار نداده که شما شیعیان قرار میدید. خب الان ما نعبدهم، من الان به شما گفتم که شیطان رکوع و سجده نکرده، همین که اطاعت شیطان کردن خدا میگه الله تعبد و شیطان. شما چون اطاعت از ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و عایشه رو واجب میدونید، میشید عباد اونها. در کجا آقای حسینی خواهشاً حرف که میزنید دلیل بگید. در کجا گفتن که ما بدون قید و شرط از ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه باید پیروی بکنیم؟ در کجا گفت؟ حالا شما الان اون زمان مردم اطاعت نکردن، واجب ندونستن، دنبال روی نکردن، همین 73 فرقه و آقای حسینی برادر عزیز، شما کسانی که در سقیفه خلیفه تعیین کردند و تعیین شدن رو تواغیت خطاب کردید و گفتید اینا من دون الله بودن و این آیه رو دلیل آوردید. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه، در نامه 6 نهج البلاغه همین کار رو تایید کرده، گفته انما الشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان في ذلك لله رضا. آیا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مقابل تواغیت در اون زمان سکوت کرد، حکومتشون رو قبول کرد، با اونا بیعت کرد، در حالی که خودش از طرف الله سبحانه و تعالی به عنوان امام و جانشین تعیین شده بود؟ الان روی ناچاری هر کسی موظف هست که در عهد طاغوت اگر زندگی کنه، الان از بعد پیامبر اکرم تا به الان طاغوت ها حکومت میکردن، وظیفه مسلمان ها در قبال اونها چیه؟ اینه که خودشون رو قاطی کارای اونها نکنن، راضی به ظلم اونها نباشن، بلکه تبری کنن از گناهان و ظلم و اشتباهات اونها، نه اینکه با اونها درگیر بشن و خودشون به دیگران رو بکشتن بدن. آقای حسینی، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم مگر شما ادعا نمی کنید که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو به عنوان جانشین و به عنوان وصی و به عنوان خلیفه مسلمان ها تعیین کرد؟ بعد سیدنا علی بیاد از پیش خودش تصمیم بگیره؟ خب وقتی که تعیین کرد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه قیام کرد، مگه لشکری داشت، سپاهی داشت، افرادی داشت که ازش دفاع بکنن؟ سیدنا علی رضی الله تعالی عنه چرا به این ذلت تن داد و با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرد و در سایه حکومت اونها زیست و به اونها مشوره میداد؟ مگر سیدنا علی در قرآن نخونده بود که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا؟ مگر نمیدونست که با ظالمین و با طغات نباید همکاری بکنه؟ من یک مثال از قرآن برای شما میزنم. وقتی امت موسی همه گوساله پرست شدن، هارون به جان خودش رو حفظ کرد و با اونها درگیر نشد و فقط اونها را امر به معروف و نهی از منکر کرد. موسی برگشت با او دعوا کرد. سیدنا علی پیرو موسی بود یا پیرو محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم؟ خب محمد مصطفی در مکه که بود با کفار قریش درگیر شد با قلت انصارش، یا نه وقتی که در مدینه قدرتی یافت با اونها درگیر شد؟ عزیزم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روزی از روزگار در مکه از دعوت خود فروگذار کرد، اومد در خونه نشست، با چاه نجوا کرد، زنشو فرستاد در خونه قریش که شما برید حق منو مطالبه بکنید. مگر نیومدن پیش پیامبر گفتن ای محمد تو رو پادشاه قرار میدیم، بهترین دختر قریش رو به ازدواجت در میاریم، هر چی میخوای بد میدیم، این دعوتت رو فروگذار کن. گفت که اگر مهتاب رو در این دستم و آفتاب رو در این دستم بدید، برای یک ثانیه هم که شده از این دعوتم دست بر نخواهم داشت. خب پیامبر هم همسرش رو به جنگ با علی علیه السلام فرستاد، همینجور که فاطمه همسرش رو به جنگ با عمر فرستاد. این چه ربطی داره به این؟ من دارم میگم علی که از طرف پیغمبر وصی و جانشین بود، این علی چرا سکوت کرد؟
چرا با خلفا بیعت کرد، پشت سرشون نماز خواند و در نهج البلاغه میگه که این انما بایعنی قوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعهم، یعنی میگه که یکی از سند قوی ولایت من و خلافت من این است که با همون شروطی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت شده با من بیعت شده. میگه که انما الشورى للمهاجرین و الانصار، شورا از آن مهاجرین و انصار است. فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان فی ذلک لله رضا. میگه شورا از آن مهاجرین و انصار است و اگر جمع شدن و کسی رو به عنوان جانشین، شما مثلا با من که میخواین بحث کنین، شما که مثلا میخواین با من بحث کنین از کتب شیعه بحث میکنین، چون من کتب شیعه رو قبول دارم، یا من که با شما بحث میکنم از کتب سنت. حضرت برای معاویه نامه نوشته، مجبور با او بر سنت شیخین که او رو نصب کردن. آقای حسینی من نمیدونم حواس شما کجاست. قاعده الزام به آقای حسینی اگر با معاویه میخواد بحث بکنه، چرا به خدا دروغ بسته سیدنا علی؟ شما دارید به علی توهین میکنید. میگه کان فی ذلک لله رضا، در حکومت ابوبکر و عمر و عثمان رضایت خداوند بود. یعنی علی برای اثبات خلافت خودش به الله دروغ بسته؟ این چه منطقیه که شما دارید بر اساسش صحبت میکنید؟ به هر حال وقتی پیامبر گرامی الان میرید یه مثال دیگه، وقتی خدا تعالی به شیطان دستور داد که به آدم سجده کن، شیطان اطاعت نکرد. خدای متعال چرا از او رو نابودش نکرد؟ میتونست با او جهاد کنه، او رو نابود کنه، ولی خداوند صبر کرد و اجازه داد که حتی او بندگانش رو گمراه کنه. به همین دلیل علی علیه السلام هم صبر کرد و اجازه داد تا ابوبکر و عمر امت رو گمراه کنن. عجب. پس سبب گمراهی امت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است که اجازه داده که امت رو گمراه بکنن. بر اساس کدام امر خداوند سیدنا علی این کارو کرده؟ اجازه داد شیطان امت گمراه. عزیزم، شیطان از خداوند فرصت خواست، اما سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بر اساس کدام آیه قرآن، بر اساس کدام دستور خداوند این کارو کرد؟ ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خودتون رو به هلاکت نندازین، تا برای همین بوده. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا، بر هیچ مرد زن مؤمنی اجازه نیست که وقتی الله و رسولش امری رو صادر کرد ان یکون لهم خیارة من امرهم، برای اونا پیش خودشون یک اختیاری داشته باشن یک عملی رو انجام بدن. و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، کسی که نافرمانی و الله و رسولش رو بکنه در گمراهی آشکاری گرفتار است. بر اساس این حرف شما سیدنا علی رو متهم میکنید به گمراهی، به نافرمانی الله و رسولش. الله گفت ای علی بیا تو جانشین پیامبری، به پیامبر گفت که بلغ ما انزل الیک در غدیر خم. شما دارید ادعا میکنید پیامبر این همه زحمت کشید، ابلاغ امامت کرد، همین که پیامبر از دنیا رفت علی رفت گوشه خونه نشست گفت خدای من چیکار کنم، ابوبکر و عمر اومدن حق منو خوردن. شما رو به خدا قسم میدم اگر شما جای علی علیه السلام بودین، تمام صحابه از شما بعدشون میامد به جهتی که میگفتین پدر یا برادر یا دایی من رو کشته. حضرت به معاویه نوشته انا قد جدک و عمک و خالک. آقای حسینی حرفای بی ربط نزنید. آقای حسینی علی که ما میشناسیم، آقای حسینی علی که ما میشناسیم کاتب وحی بود. قرآن وقتی بر پیامبر نازل میشد علی مینوشت. علی در قرآن خونده بود که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، کسانی که رسالات و پیام الله را میرسانند از الله میترسن و غیر از الله از هیچ کسی دیگری نمیترسن. شما دارید علی رو متهم به ترسویی و بزدلی و نادانی میکنید با این حرفاتون. کسی که رسالت و امامت الله سبحانه و تعالی رو به عهده داره فقط از الله، نباید از هیچ کس دیگری بترسه. خب خلافت علی علیه السلام که رسالات الله نبوده که حضرت بخواد به خاطر او اینقدر چی بکنه، چیزی بوده که خدا او رو مخیر کرده و مؤمنین رو که اگر عجب. یک لحظه آقای حجت الاسلام حسینی، آقای حجت الاسلام حسینی یک بار دیگه این حرف تکرار بکنید. آقای حسینی یک بار دیگه این حرفتون رو تکرار بکنید.
خلافت علی تمام رسالت خودش رو با پیامبر تمام رسالت خودش رو با به تمامه به مردم گفته. حالا اگر کسی میخواد نماز بخونه میخواد نخونه، هر کی میخواد روزه بگیره میخواد نگیره، میخواد ولایت علی رو قبول بکنن یا نکنن، این برای علی علیه السلام نقصی نداره که مردم نماز نخونن یا ولایت او رو قبول نکنن. این چه ربطی به آقای حجت الاسلام حسینی، مگر علی از جانب الله به عنوان امام بعد از پیامبر تعیین شده بود یا نشده بود؟ الو؟ بله تعیین شده بود. بله تعیین شده بود. پس از جانب الله سبحانه و تعالی به عنوان یک صاحب یک رسالت و هدفی تعیین شده بود. الله سبحانه و تعالی گفته که الذين يبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفى بالله حسیبا. کسی که از جانب الله سبحانه و تعالی پیامی را میرساند فقط از الله میترسد و از کسی غیر از الله نمیترسد، زیرا الله برای این شخص کافی هست. اگر علی از طرف الله به عنوان امام تعیین شده بود دیگه حق نداشت که از ابوبکر و عمر بترسه، از معاویه بترسه، از این و آن بترسه. باید یکه و تنها پیام خودش رو میرساند، هرچه باد آباد. مگر انبیای الهی نبودند که به خاطر رساندن توحید و یکتاپرستی در طول تاریخ ما بیش از 120,000 پیامبر داریم؟ چه بسیار هم پیامبرانی که کشته شدن، تیکه تیکه شدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیثی میفرمایند که با آهن تیکه تیکه کردن این پیامبران رو. پس اگر که علی سکوت کرده در مقابل این ظلمی که به علی شده، علی به این امامت خودش اعتقادی نداشته. شما هدفتون اینه که میگین امام علی باید مثل امام حسین کشته میشد تا ما از شرش خلاص میشدیم، بعد از عثمان کس دیگه خلیفه میشد که اون دعواها و مشکلات پیش نیاد و بدشانسیش دامت امت رو نگیره. و قصدتون این نیستش که بگیم که علی چرا این کار رو نکرده، وگرنه علی علیه السلام شمشیر بالا سرش گرفتن تو مسجد پیغمبر میگن یا با ما بیعت کن یا تو رو میکشیم. حضرت فرمود من جانم خودم و خانواده‌ام رو حفظ کردم، وقتی دیدم هیچ انصار یاری ندارم چرا من خودم رو به همراهی این مردم دلسوز قرار بدم؟ و پیامبر هم به من خبر داده بود که چه خواهد شد و بعداً خلیفه خواهم شد و اون هنگام حق رو به مردم خواهم گفت. باز هر کس خواست قبول میکنه و هر کس خواست رد میکنه. آقای حسینی، جناب حضرت الاسلام حسینی، من نمیدونم من حرف شما را قبول بکنم یا حرف علمایتون را قبول بکنم. ارزش امامت علی بالاتر است یا ارزش یک نفر شیعه علی؟ کدومش برای شما مهمتر است؟ از چه جهت؟ ارزش یک شیعه علی بالاتر است یا ارزش امامت الهی علی بالاتر است؟ ارزش کدومش بالاتره؟ خب از چه جهت؟ اگر امامت علی به چه جهت؟ من الان دلیلشو میگم. شما امامت علی الان من دلیلشو میگم. به تلویزیون نگاه بکنید دوستان، این صفحه رو نشون بدن. این بهار الانوار هست، اینم چاپ الامیره دارالکتب العربی هم اینو چاپ کرده. در صفحه 144ش در جلد 41 در اینجا روایت میکنه که سلمان روایت میکنه که ان علی علیه السلام بلغ و عن عمر ذکر شیعته. به علی خبر دادن که عمر در مورد شیعیان علی حرفی رو زده. فاستقبله فی بعض طرقات بساطین المدینه. علی هم کمین گرفت سر راه عمر در یکی از باغهای مدینه. و فی ید علی علیه السلام قوس عربیه. در دست علی یک کمان عربی است. فقال یا عمر بلغنی انک ذکرک لشیعتی. من شنیدم که در مورد شیعیان من حرفی زده ای. فقال اربع على ذلعك، برو کنار. فقال علی علیه السلام انک لها هنا، همینجا نگرت میدارم. ثم رمی بالقوس على الارض، علی این قوسش رو انداخت به زمین. فاذا هي ثعبان كالبعير، این کمان علی تبدیل شد به یک مار اژدهای بزرگی مانند گاو. فاغر فاه، دهنش رو باز کرده. و قد اقبل نحو عمر لیبتلعه، دیگه دوید این اژدهای علی به طرف عمر که عمر رو قورت بده. عمر در اینجا ترسید. فصاح عمر الله الله یا ابا الحسن،
لا عدت بعدها فی شیء، بعد از این کارا نخواهم کرد. الله رو در نظر بگیره یا ابوالحسن، این مارت و اجدات رو بردار. و جعل یتزرع الیه فضرب یده الی الثعبان فعادت القوس کما کانت. از بس که عمر زاری کرد، علی این کمان رو برداشت و این مار دوباره برگشت. این اژدهای علی کجا بود که به جان ابوبکر و عمر تو سقیفه بنی ساعده ول میکرد و این دوتا رو قورت میداد که دنیا راحت میشد از شر شما شیعه؟ نمیدونم که دیگه کی رو علم میکردید به خاطر مذهبتون. خب احسن. الان اگر اصلا اژدهای علی که نه قدرت و خدا میتونست کاری کنه که ابوبکر و عمر همچین کاری نکنن تا این اختلافی در میان امت پیامبر نیفته، شیعه و سنی به وجود نیاد. ولی وقتی خدای متعال فرموده حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، ما قرار داریم ولقد فتنا الذین من قبلهم، ما گذشتگان اونها رو هم فتنه و امتحان کردیم. خدا بنا داره که امت پیامبر رو 73 فرقه کنه و 72 فرقهشون رو در جهنم کنه، چون فرموده ما بسیاری از جن و انس رو برای من تشکر میکنم آقای حسینی. شما دارید حرفای بی ربط میزنید. یعنی الله سبحانه و تعالی عمدن میخواست امت محمد صلی الله علیه و سلم رو به بهشت بفرسته. الله سبحانه و تعالی میگه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که و ما ینطق عن الهوی، به سیدنا علی میگه که یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک من حمر النعم، ای علی اگر یک مردی به دست تو هدایت پیدا بکنه از همه مال و منال دنیا برای تو بهتر است. این پیامبری که این گونه اصحابش رو تربیت میکرد در پی این بود که مردم گمراه بشن به خاطر قبول نکردن ولایت علی و برن به جهنم. کتابای شما پر از این روایت هایی که برای علی. من یک سوال دیگه میکنم. سال اول من و شما جناب حجت الاسلام حسینی پاسخ ندادید. این آبدان آقای حسینی، آبدان خونه عباس مهمتر هست یا امامت علی؟ میتونید جواب من رو بدید؟ شما این سوالا فایده نداره. شما تشکر میکنم آقای حسینی. دوستان نشون بدن این روایت رو. این کتاب بهارالانوار هست، اینم صفحه 329. دوستان برن در این کتاب، در اینجا داستان از این قراره، در جلد 30 نهج بهارالانوار در اینجا صفحه 330 اومده. داستان از این قراره که عباس عموی پیامبر یک آبدانی داشت به طرف کوچه. باران که می اومد این آب جمع میشد و خلاصه از این آبدان میریخت به کوچه. سیدنا عمر، حالا طبق این داستانی که اینا ساختن، یک روزی اومد امر کرد که این آبدان از اینجا بردارید. عباس رفت پیش علی شکایت کرد. علی هم لباس رزم پوشید. الان بقیه‌اش از اینجا براتون میخونم. یا قنبر علی بذوالفقار، ای قنبر بدو ببینم ذوالفقار من رو بیار. ذوالفقار گرفت به کمرش، بعد ثم خرج الی المسجد والناس حوله، رفت به مسجد، مردم هم چهار اطرافش هستن. یا قنبر اصعد فرد المیزاب الی مکانه، ای قنبر برو بالا و این آبدان رو به جایش برگردان. فصعد قنبر فرده الی موضع، قنبر بلند شد و این آبدان رو، به اصطلاح این ناودان رو برگردان به جای خودش. و قال علی علیه السلام و حق صاحب هذا القبر، علی را مثل خودشون مشرک میدونستن که علیاذ بالله به صاحب قبرم قسم میخوره. والمنبر لئن قلعه قالع، اگر کسی این ناودان را از جاش تکون داد، لأضربن عنقه و عنق الامر، گردن کسی که این رو از اینجا بکنه و گردن کسی که اون رو امر کرده باشه میزنم. علی به خاطر یک ناودان عموش لباس رزم میپوشه، ذوالفقار رو بر میداره، میاد این ناودان رو به جای خودش میذاره، میگه هر کسی که دست بزنه، کسی که اینو دست زده و کسی که اونو امر کرده، گردنشو میزنه. این علی به خاطر دختر پیامبر، این ذوالفقارش کجا بود که از فاطمه دفاع بکنه؟ این ذوالفقار علی کجا بود که خلافت خودش رو از ابوبکر و عمر و عثمان بگیره؟ یا باید اینو قبول بکنیم یا این که نه غصب خلافتی بوده و نه فاطمه ای رو کسی زده. شما سر دوراهی هستید، یکشو باید قبول بکنید.